درس نخوندیم؟ فارسی یاد دادن به ما. میگم صحیح است، درس نخوندیم، حالا فارسی میگم خودتون نه؟ بعد از اینکه وارد افغانستان شدم باید از ایست بازرسی های طالبان عبور میکردم. طالبانی که مسلح. چند تا ایست بازرسی رو بدون اینکه منو بازرسی کنن یا مدارکمو چک کنن رد کردم، اما اینجا گفتن بزن بغل. خیریه. سلام علیکم. و علیکم سلام. فارسی و پشتو. فارسی. پشتو چی بلد نیه؟ فارسی. پشتو چی بلد نیه؟ نه. چرا؟ یاد نگرفتیم. درس نخوندیم؟ فارسی یاد دادن به ما. میگم صحیح است، درس نخوندیم، حالا فارسی میگم خودتون نه؟ درس خوندم. پشتو درس نخوندیم؟ نه فارسی نه. شما افغانی هستید نه؟ نه ایرانی هستیم. ایرانی هستی؟ بله. مدارک. بله. در ادامه گشت و گذارم در هرات سری به مسجد جامع شهر زدم و بعد از عبور از ایست بازرسی طالبان اولین چیزی که نظرم را جلب کرد مکتب های طالبان بود. سلام علیکم. ایرانی هم. ایرانی هم. سلامت باشی. به خارجی شد میشه. برای تو ایرانی هم خارجی 25 دولت افغانستان میگه شاگرد داره. 25 دولت. اینا مسافرم میگه درس میخونن. فقط علوم دینی یاد میدین؟ علوم دینی، علوم قرآن، تفسیر و حدیث. فقط همین. سلام علیکم. فارسی گپ بزن. ایرانی هم. سلامت باش. اومدم گردش. شما از کدوم ولایتی؟ فاریاب.